سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ابله و دختر نابالغ، تفصیلات نو لطکوب 3 کارمند ملیسا در دهه لکت. پدر تاجیک در زندان، کودک 6 سالش را در روسیه بیرحمانه کشتند. لیسه آقاخان در خاروغ به لیسه خوانندگان با استعداد تبدیل داده شد. بانک رشد ابر آسیا برای تاجیکستان 650 میلیون دلار جدا می کند. آدمان در شرق تاجیکستان هنوز 14,000 سال قبل مقیم شدند. و اکنون تفصیلات خبرها.
ساکنان دهه لکت جماعت زرحلال در کنار شهر استرافشان در شمال تاجیکستان روز 5 ایول سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفتند که نزدیک 30 ساکن دهه را بیگناه به جوابگری کشیدند و در مناقشه بین آنها و 3 کارمند میلیسا در اصل کارمندان مقامات گناهگار بودند نه ساکنان دهه. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 2 ایول با نشر یک گزارش ویدیویی گفت به ضد 9 ساکن دهه لکت برای لطوکوب کارمندان میلیسا پرونده جنایی کشوده 18 ساکن دیگر این دهه را با جرم می دعوباشی به جوابگری ماموری کشانیدند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در شماره نوبتی برنامه میلیسا خبر میدهد گفت 3 کارمند میلیسا روز 31 مای گویا برای سنجش معلومات فوری به سمت خدمتی وابسته به زمین‌های خواجگی‌های دهقانی دهه لکت رفته بودند ولی ساکنان لکت آنها را لطوکوب کردند. اکبر شریفی درباره چگونه معلومات اپراتیوی را سنجیدن این 3 کارمند میلیسا را تفصیلات نداد ولی در ویدیوی پره لحظه مناقشه ساکنان لکت با کارمندان میلیسا دیده می شود که سخن درباره حمایت ساکنان از یک دختر نابالغ 15 ساله ساکن دهه لکت می رود که در داخل ماشین میلیسا بود. مرد کهنسال 63 ساله که اینک بیش از یک ماه باز با هم بیگانش در پس پنجره قرار دارد در اصل عمک دختر جمالالدین رحمتوف بوده است که بعد وفات برادرش نعیم در سال 2013 اینک 10 سال باز در برابر تربیه 6 فرزند خودش تربیه 5 فرزند از برادرش یتیم مانده را هم بر عهده دارد. این دختر انوره رحمتوف سال تولدش 2007 در یک نامه به وزیر کارهای داخلی تاجیکستان جنرال پلکوونیک رمضان رحیمزاده نیز کارمندان میلیسا را گناهگار کرده از وزیر خواسته است هم یگانش را که به حمایت از ناموس او برخواسته بودند از جمله عمکش را آزاد کنند. حالا یکچند آدمان برای خلاص کردن من صغیره در حبسخانه اند. عمکم سلامتیش وزنین در ترمخانه می باشد. 6 فرزندشان مو 5 صغیره نیز به آن کس محتاجیم. عمکم زیر تهمت ماند. دیگران نیز برای آر و ناموس من و بی‌مسئولیتی این 3 میلیسا اذیت کشیده ایستادند. حالا من در حالت ناگوار ماندم. در دهه را رفتن نمیتوانم. بگذار آن آدمانی که مرا از کارمندان میلیسا خلاص کرده بودند به آزادی برآیند. در وقت کار با بهانه ابله و به دیگر کارها مشغول شدگی این 3 کارمند میلیسا جزای خود را گیرند. نوشته است انوره رحمتوف. بنا به نقل این دختر نابالغ او همان روز 31 مای از در جواب گرفته خانه می رفت که المسای قادروف نام ساکن لکت با وعده یافتن جای کار او را به استرافشان برده است. اما در شهر در نزد بخش شناسنامگی قادروف به انوره گفته است که به یک شناسش برای ابله و یگان دعوت شونده لازم است. آیا کسی را میدونم یا نه معلوم نیست که آیا انوره سراغه یگان کس را داد است یا نه ولی به وی اول 100 سومونی دادند و کارمندان میلیسا از بخش شناسنامگی برآمده به آنها امرو شدند و آنها مکث در 2 ماشین به زمینهای دهه لکت برگشته آمدند. ظاهرا این پول برای آدرس یگان جوان بود است که المسای پول را گرفته میگوید بعد قبیدن بچه وعده شده پول را به دستت میدهد. خود دختر میگوید که از بس که راکی را برای بازگشت از شهر نداشت مجبور به یکی از ماشین‌ها نشسته آمد. در لکت 2 کارمند میلیسا به درون زمین ها رفتند. یکی دیگرش اول با المسای تگ توت رفته سپس به پیش انوره که در درون ماشین بود آمده است و بنا به نقل این دختر نابالغ رویم را سیله کرد. میانم را قپید و گفت اگر کارم حل شود تو را به کو میبرم تلفن آیفون خریده میدهم. انوره میگوید بعد این او را در درون ماشین که آینه‌هایش سیاه بود محکم کردند ولی آدمانی که در سر کار میکردند صدای آواز و گریه او را شنیده به پیش ماشین آمدند که او را خلاص کنند ولی کارمندان میلیسا آنها را دشنام داده از آنجا پیش کردند. مدیر مکتب لکت اسفندیار اورونبایف و عمک انوره جلالالدین رحمتوف را خبر کردند. آنها امروز یک ازدحام آمده از میلیسا خواهش کردند که او را جواب دهند. اما 3 میلیسا یکتا شده کورتاهای عمکم را درونده پرتافت لطوکوب کردند. عمکم از این حالت طاقت نکرده و آر و ناموس مرا گفته ماشین را زد. من یک علاج کرده در را کشودم و عمکم را خلاص کردن گرفتم. المسای تو آن دم دست و پای مرا سخت قپید راه نداد که در را کشویم. 3 میلیسا باز کوشش کردند که مرا به ماشین شینانند. این حالت را دیده آدمان بی‌طرف نشدند. برای آزاد کردن عمکم آنها به کمک رسیده آمدند. حادثه را شنویده قریب 30 میلیسا رسیده آمد. مرا به میلیسا خانه برده از من بیانات گرفته
بعد اجازت دادند. اما از ترس گفتم نمیدونم نوشته است انوره رحمتووا در نامش به وزیر کارهای داخلی. ساکنان دیگر لکت به بامداد گفتند انوره را با تهدید به معبد شناندن عمک و برادرش مجبور کردند که فرضیه آن 3 کارمند میلیسا را تصدیق کند. به ضد 9 ساکن لکت بر اساس 3 ماده کودکس جنایی تاجیکستان با اتهام افباشی گروهی، استفاده زوراوری و تحقیر نماینده دولت پرونده جنایی گشودند. به آنها که سنشان از 28 تا 63 بوده است بر اساس این بندهای قانون برای افباشی تا 7 سال زندان و برای لطکوب کارمندان میلیسا تا 5 سال زندان تهدید میکند. در تاجیکستان موردهای به کارمندان مقامات در افتادن ساکنان خیلی انگشت شمار است.